مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 12 نوامبر سال 2023 در یک صدمه پرقربانی در شورای در حدود نویه دیوشتیج راننده اوپل و دو مسافرش زنان میمون از ولایت اندیجان ازبکستان در جای حادثه به هلاکت رسیده. دو زن دیگر میمون از اندیجان جراحت وزنین برداشتند. به نام اطلاع وزارت کارهای داخلی 12 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 17:20 دقیقه اشورف قابل جان سال تولدش 1973 ساکن نویه دیوشتیج هنگام حرکت از سمت شهر استرفشن به سمت شهر خوجند در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند در حدود نویه دیوشتیج هنگام سبقت یا ابگان به ماشین بارکش تمغه دف تحت اداره شهیدوف بلالدین سال تولدش 2002 ساکن نویه ورزو برخورده سمت حرکتش را گم کرده به طرف راست رو برآمده است و ماشینش را به چقوری کنار رو چپ نموده است. در نتیجه راننده اوپل اشورف مسافران ماشین مذکور یونس و محلیا سال تولدش 1988 و حاجبیکو و جمعگل سال تولدش 1990 ساکنان نویه ینگی آباد ولایت اندیجان جمهوری ازبکستان جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر این ماشین حاجبیکو و ظرافت سال تولدش 1980 و یونس و فراغت سال تولدش 1984 نیز ساکنان ولایت اندیجان با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. همچنین 13 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل وکترا حاجی‌زاده قهرمان سال تولدش 1969 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در شورای غفوروف خوجند پیاده‌گرد قربانوف عبدالخلیل سال تولدش 1963 ساکن نویه مشچارو پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد قربانوف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.